سرامیک پورسلان رو داریم برای کف، ضخامت زده 15 میلیمتر. خب 15 میلیمتر این سرامیک کفه. اینجا زده کلاس سایش 1. کلاس سایش 1 منظورش درجه 1 بودن سرامیک نیست. کلاس سایش این روه، ببین مات. حالا میایم اینجا کلاس لکه گذاری زده 3، یعنی درجه 3. حالا ضخامت‌ها رو شما دقت کنید، ببینید اینجا سر این سرامیک ذره خم خورده این به سمت داخل، ببینید دوباره اینجا این سرامیک سرش خم خورده به سمت این ور. زمانی که شما کف رو میخوای کار کنی، حتی اگه کلیپس هم تراز هم بذاری، اینا نمیتونه، خمیر نیست که بکشه بالا صاف بشه. نشسته. این چرا بازی میکنه؟ این دیگه یه سنده آقا، این گونیا نیست. این تو هر متر 1.5 سانت تاثیر میذاره، تو 5 متر میشه 10 سانت ناگونیا. این یعنی چی؟ الان این سرامیک ماست، این الان اوکی گونیاست. یه کوچولو میچرخونمش به این شکل، ببین 1 سانت باز موند. این از درجه 3 هم رد کرده، ببین این الان اوکیه. یه طرفشون همشون ناگونیاست، ببین باز مونده.